اونجا میمونی؟ محض اطلاعات شوهرش به نوشیدنیاشون آب میبنده. بهش میگه رام سرخ پوستی میاد شیشه‌های کهنه رو جمع میکنه و با تنباکو تیرشون میکنه. آره. در ضمن اگه سلین نامی جلوت ثبت شد بدون یکی رو داره و اگه حواست نباشه برای درد سر درست میکنه. یه خانم دیگه هم هست که میگه تو پاریس به دنیا آمده ولی این فنش فقط یکی دو بار عمل میکنه. 2 دقیقه که میگذره لهجهش تابلو میشه. یکی دیگه هم هست که رفتارش صمیمیه ولی خیلی زود شروع میکنه به گرو کشی. این یعنی میدونم یعنی چی. نه یعنی قراره 2 ساعت تو صف باشی. من که میخوام صف برم تو اتاقم و بیرم بخوابم. امیدوارم مخصوصا با اون خشاب پر. اما از دستته. واقعا؟ واس خاطر اون؟ تنت میخوره. اگه انقدر باست مهمه خب زودتر میگفتی. منم بی خودی نمیکوبیدن این همه را بیان تو این بالا. آره باشه راحت باشی مرغای عشق. به تو نمیرسه پسر، گفته باشم خوابشو ببینی.